بین المللی جهانگیر مجیدوف رو میبینیم قدم میزند با همون مربی که ما درباره او معلومات دادیم. دوستان عزیز، جهانگیر مجیدوف اکنون میبراید با عطا عباس، داور از جمهوری اسلامی ایران. 11 سال تیمی نورسان، 8 سال دیگر تیمی جوانان ایران آمد شده است و همچنین به حیث سرمربی این تیم کشور کار کرده است. جهانگیر مجیدوف پهلوانی پیراهن سفید پوشیده در حالا من جهانگیر که من به معرفی شما گذارم بعد اصول انجام دید. خب جهانگیر مجیدوف گشتین میگیرد، این پهلوانی پیراهن سفید پوشیده با تقوی مرادوف گشتین میگیرد. اینجا همون مربی ایرانی که ما عطا عباس درباره‌اش معلومات دادیم، این حدود 70 نفر نورس و جوان در تالاری یک وزری برای جهانگیر مجیدوف هدیه میکند. حالا عطا عباس مربی که حدود 70 نورس و جوان رو در تالار آرام نام آرام است، اما در آنجا پهلوانانی نامدار در تالار آرام است، اما در مسابقات ناآرامانه گشتین میگیرند. در مقیاس جهان هم جهانگیر مجیدوف بارها جمهوری تاجیکستان رو معرفی کرده است. در قهرمانی جهان گشتین جدا بین نورسان خوب درخشیده است. این پهلوان تاجیک جهانگیر مجیدوف پهلوانی خوب است، گشتین خوب هم میگیرد. چند قبل در جمهوری آذربایجان بود، در آنجا تحصیل میکرد و هنرش را نشان میداد. حالا عطا عباس میگه آرام باش، چون تالار آرام باش، اما بعضا حالتها سرعت را از دست نده. برادر خورشید است جهانگیر مجیدوف. مهراب تقوی مرادوف گشتین میگیرد. مهراب تقوی مرادوف پهلوان سعودی است، دوشنبگی است، معذرت، در دوره اول پهلوان سعودی رو شکست داده بود. اما در مقابل جهانگیر این پهلوان پیراهن که پوشیده کمی ضعیفتر است. ببینید جهانگیر دوباره او را از میدان میبرد. ظریف نظریف مجبور میگردد که شیدوی دوم را هم برای نشان دهد. عطا عباس باشد طریق دست اشاره میکند برای جهانگیر مجیدوف، میفهماند مبارزه اکنون رنگ دیگر گرفت. رفته جهانگیر مجیدوف نیست، فاولتر میشود، رقیب را نزدیک میآورد برای انجام دادن اصول های خود، رقیب را میبرد. این دومین شیدو را باید ظریف نظریف حتما برای رقیب جهانگیر مجیدوف نشان دهد. مهراب تقوی مرادوف برای دستکشی از اصول های جهانگیر مجیدوف شیدوی دوم را داور مرکز ظریف نظریف برای او نشان داد. حالا دوباره جهانگیر مجیدوف دست چپی رقیب را داشته است، برای پیدا کردن دست راست کوشش کرد و این از برای هنر خود نشان دادن. باز رقیب را از مرکز میدان از منطقه زرد بیرون میکند. از منطقه زرد بیرون شدن معنای کم فعالی را نشان میدهد. حالا گشته برگشته مهراب تقوی مرادوف از مرکزی میدان دور می رود و این خنساک مکی است. سه شیدا و جهانگیر مجیدوف با دوره های مین بعد راه می‌یابد. دوستان عزیز، اکنون یکی از داوطلبان برای به دست آوردن مدال طلا شاید جهانگیر مجیدوف باشد. این فقط شاید. وزن تاجیک در وزن جمعی 100 کیلو گشتین میگیرد. اکنون داور مرکز عوض میشود. یکی از پهلوانان نامدار کشور به میدان میبراید. جهانگیر مجیدوف بر مقابل محمد دیف رجب علی. رجب علی محمدی پهلوان پیراهن سفید پوشیده
از دوشنبه است بر مقابل جهانگیر ماجدوف میبراید. جهانگیر ماجدوف بر مقابل این پهلوان برای برآمدن قسمت نیم نهایی اگر در حالتی کسی از این پهلوانان موفق شود پس با اولوغبک رحیموف کشتین میگیرد. جهانگیر ماجدوف پهلوان تو 81 کیلو قبلا کشتین میگرفت، حالا در وزن 90 کیلو رفته است این پهلوان شناخته کشور. برای هر دو پهلوان شیدو دادن. شماره شیدوهای رجب علی محمدیف 2 است و جهانگیر ماجدوف باشد 1 شیدو دارد. حالا اکنون این پهلوان شناخته تاجیک جهانگیر ماجدوف دست چپ رقیب را پیدا کرده است و برای پیدا کردن دست راست کوشش دارد. جهانگیر ببیند خیلی عالی اکنون دست را داشته است برای اجرا کردن اصول ها نیست، کمر میبندد ولی رقیب مایلی گشتین گرفته نداره. رجب علی محمدیف پهلوان پیراهن سفید پوشیده شهر دوشنبه کمی از دیدار دست فشاری کرد، دست کشی کرد و جهانگیر باشد با پیش میگذارد. هجوم های جهانگیر خیلی زیاد هستند. رقیب را دویما از مرکز میدان دور میبرد و این میتواند که برای اینجا مربی جهانگیر ماجدوف مربی ایرانی است، مصلحت میدهد. عطا عباس لحظه روی نوار بود. همین است عطا عباس 8 سال میان نورسان 11 سال میان نورسان 8 سال میان جوانان در ایران به حیث مربی و همچنین به حیث سرمربی کار کرده است. حالا باشد در جمهوری تاجیکستان به حیث مربی کار میکند. ببینید رقیب هجوم کرد بر مقابلی او نبرد جهانگیر نیست زیادتر است. عطا عباس برای جهانگیر ماجدوف مراجعت میکند، شکل خوبی گشتینگیری را ادامه ده، پس شکل درست. خب اکنون کنسال که مکه و همین طریق جهانگیر ماجدوف با دوره های منبعد راه یافت. قسمت نیمه نهایی دیدار بسیار هم جالب. دو پهلوان امیدبخش جمهوری تاجیکستان، یکی برادر تیمور رحیموف اولوغبک رحیموف پهلوان پیراهن سفید پوشیده، همین پهلوانی که روی نوار میبینیم. این پهلوان هم اگه 18 سال دارد در پیروی از هنر برادر خود تیمور رحیموف در وزن 90 کیلو هنرنمایی میکند. پهلوی برادر اون قرار دارد. تیمور رحیموف جایزه داری گران پری انکترش برنده مدال برنجی. حالا این مربی این داور جوان باشد پهلوی تیمور رحیموف است. خب ناصیروف
و این باشد جهانگیر مجیدوف، جایزه‌دار قهرمان جهان گشتین جودوی جوانان تاجیکستان. یکی از پهلوانانی که تیم منتخب جمهوری تاجیکستان را بارها معرفی کرده است. تیمور رحیموف دست بعد از فشار می‌آورد به خاطر اینکه برادر گوشتین میگیرد. این حالت برای همگان معلوم است که چگونه است وقتی که فرزند پدر در میدان هنرنمایی میکند و برادر پهلو ایستاده او را نظر میکند. خب اکنون داور درجه بین المللی ظریف نظریف قدم زنان به میدان وارد میشود. به حیث داور مرکز او را انتخاب کردند. این مربی جهانگیر مجیدوف است. یکی از مربیان خیلی هم خوب به قول ما عطا عباس بود لحظه روی نوار. تیمور رحیموف، عطا عباس مربیان پهلوانان جوان هستند. 4 دقیقه مقرر شده است. جهانگیر مجیدوف، اولوغبک رحیموف. حالا هر دو هم با هم پیوستند. تیمور اولوغبک رحیموف گریبان جهانگیر را داشته است. جهانگیر باشد خود را رها میکند از این حالت مرکب و آرامانه گوشتین میگیرد. هرچند در طول آرام باشد باید پهلوان آرام گوشتین گیرد. این است اصلا نامی که طوری که در آنجا جهانگیر مجیدوف مشق ورزی میکند آن آرام است. پس پهلوانان آرام را به پایان میرساند. اما اولوغبک نیز آرام است چون برادر تیمور رحیموف آرام است. ببینید در اینجا حرکت از جانب اولوغبک اما به نتیجه است. سیاما نوشیدن آبی سیاما در پهلوی تیمور رحیموف مبارزه بردن کار خیلی جوانمردی است. دوباره این پهلوانان گوشتین رو دوام میدهند. اولوغبک جهانگیر کمیلت برداشت و فکرم انگشتاش حالا از چنگل رها کرد. ظریف نظریف با اون نظر میکند او را آرام میبیند و دوباره امر میکند برای حجم گوشتین گیرید. جهانگیر مجیدوف، اولوغبک رحیموف. اولوغبک اولین نبرد او در مسابقه های جودوی بزرگسالان محسوب می شود. او در مسابقه های بین المللی چون برادر شرکت نوارده شد در پیروی با هنر برادر است. ببینید حتی در اینجا اولوغبک هم کوششی خوب را به سر کتف. عطا عباس با جهانگیر مجیدوف خطاب میکند شکل درست گوشتین گرفتن را. اولوغبک، جهانگیر مجیدوف. حالا اکنون امکانیت خوبتر دارد. ببینید برای افتادن رقیب کوشش میکند. اولوغبک از این حالت مرکب دست خود را رها میکند و جهانگیر باشد دوباره برای پیدا کردن گریبان رقیب کوشش دارد. اکنون گریبان حالا آستین هم داشته است. جهانگیر و اولوغبک را زمین میافتاند. یک پهلوی دیگر امکان است 100%. آفرین. اکنون جهانگیر مجیدوف تکیه به هنری شایستش توانست که اولوغبک جوان را شکست دهد و به قسمت فینالی روی آورد. اولین حالا خط گیرنده این قسمت فینالی جهانگیر مجیدوف است. دوستان عزیز، عطا عباس از هنری شاگرد قناعتمند است. حالت تکرار را ببینید. از دیدار این پرتوف حلاوت هم برید. جهانگیر بسیار شایسته کار را انجام داد. آبی کمربند رقیب داشت به قول ژاپنی آبی را و همین طریق با تابش عجیب جهانگیر مجیدوف در اینجا پیروز شد. حالا عطا عباس به علای شاگرد با خوشنودی قدم میزند. میدان نبرد پهلوانان برومند وزن تا 90 کیلو را زیب و زینت میدهند. دو چهره که امروز موفقیت را البته نسبت به دیگران بیشتر و زیادتر به دست آوردند. انا همین لحظه پرتوفت جهانگیر مجیدوف بود که اولوغبک را شکست داد. اوی بعدا هم بسیار نشاط و شادی کامران کارلیکوف را هم حد و کنار نبود. برای کارلیکوف گمان نداشت که در مقاومت علی مردانوف با آسانی غلبه میکند و بسیار هم اصول سر کتف را در سطح کسبی اجرا میکند و ایپان بها گذاری میگردد. اکنون کارلیکوف
پهلوان ناحیه یووان این چهره که ما دیدیم در رقابت‌های قبلی مقاومتش خیلی و خیلی جالب و جاذب هم بود. کارلیکوف این مرحله رو چگونه پشت سر کرد؟ خوجایف رستم این از ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که حریف کارلیکوف در دور اول بود. ادریسوف رقیب کارلیکوف در دور دوم و اکنون جهانگیر هم حالا وارد میدان میگردد و حتی یک مربی بلند صاحب تجربه کشوری همجواری ایران با این ورزشگر طی سالهای آخر تمرین میدهد و در خصوص راهپیمایی این پهلوانان البته خواستیم که حرف زنیم، اندکی البته وقت کوتاهی کرد. باقی نیست در جریان مبارزه در وقت مساعد البته ما باز هم فرصت پیدا میکنیم که شما را راهی طی نموده این دو چهره را باز به شما اندکی در این سم معلومات زیاد دیدیم. سهراب رحیموف داور درجه جمهوریوی آخرین نیروسنجی میدان امروزه را حکمی میکند. در خصوص کارلیکوف گفتیم که در رقابت دوم ادریسوف را شکست داد، بعدا حکمت اللهیف را صدرالله حکمت الله را در واخوری 4-1 نهایی مغلوب نمود و علی مردانوف را در رقابت نیمه نهایی شکست داد و به فینال برآمد. چهار غلبه نصیبش شد و چگونه مجیدوف این راه را طی کرد. بیا توجه میکنیم مجیدوف از روی همان مراسم قرعه کشی در دوره اول آزاد بود، بعدا هم پهلوان شهر دوشنبه تقای مرادوف را مغلوب کرد. در دوره سیوم مجیدوف باز هم با محمدیف پهلوان شهر دوشنبه روبرو گردید، در سبقت 4-1 نهایی غلبه را به دست آورد و بعدا اولوغبک رحیموف را پهلوان ناحیه رودکی را شکست داد و حق اشتراک در مرحله نهایی را پیدا کرد. قبلا مجیدوف در وزن تا 81 کیلو میدانداری میکرد و الکی وزنش را عوض کرده است. در زمانی که منتخب جوانان تاجیک را معرفی میکرد این مربی همان عطا، چون گفتیم که توصیه میدهد که کار را در این زمینه با دیگر ترتیب البته انجام دهد. شیدو اکنون شیدوی اول، شیدوی دوم باز هم حمله ها بیشتر و زیادتر ادامه مبارزه در روند ان همان تلاش های مجیدوف با کارلیکوف مانعه های زیاد رو به وجود آورد. حالا یک لحظه دیگر هم توقف میکنیم که چگونه حالت آخرین رو داوران بهاگذاری میکنند. کامران برادر شهرت کارلیکوف یکی از پهلوانان سابق ناحیه یووان است. عمل کرده که در ادامه نیروسنجی خود بینید و قضاوت کنید که آن اصول های ممنوع به حالت های دیگری که بیشتر و زیادتر می شوند در جریان مسابقات باید کامران به اینها اعتباری خاصه میداد. هرچند ما اینجا پسمان بودیم فرصت مساعد رو حالت جالبی میدانداری امروزه جهانگیر مجیدوف رو اما متاسفانه ندیدیم، چون که الکی آگاهی های بیشتر اشتباهی جدی کارلیکوف با آن باعث گردید که الکی همون سلسله شیدوها تقدیر نیروسنجی را پیش از مهلت حل سازد. چگونه؟ حالا با هم باز امکان داریم که این لحظه ها را ببینیم. مجیدوف از حساب اشتراک در مسابقه های زیاد البته تجربه غنی دارد. این همان آخرین عمل کرد بود و در نهایت هم جهانگیر در مسابقه های مختلف
аз майдон ронда шуд. барои таваҷҷӯҳатон дӯстони азиз ташаккур мегӯям. албатта боз ҳам гузориши мо аз макони баргузории ин мусобиқот пагоҳ ҳам идома хоҳад ёфт. шабакаи моро тарк накунед. боқӣ саломату сарфароз бошед.